بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی درس مبارک خود را از این کتاب مبارک شروع میکنیم. کتاب لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد از علامه شیخ ابن قدامه المقدسی رحمه الله تعالی، که ما در این کتاب مبارک در بیان واقع گشتیم یا قرار گرفتن در بیان حقوق پیامبر صلی الله علیه و سلم و حقوق اصحاب او صلی الله علیه و سلم، چون این یکی از نیکوترین موضوعاتی هست که در هر باب باید این ذکر شود، حقوق پیامبر و حقوق اصحاب او. به خاطر آنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هدایت و رحمتگر برای عالمیان است و اصحاب او این هدایت را برای ما نشر کردن و روانه ساختن. البته که ما حقوق اینها را بشناسیم و اینها بالاترین مقام احترام را در حیات ما داشته باشند. پروردگار ما هیچ علمی نداره مگر آنچه که تو برای ما آموختی. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شیخ ابن قدامه مقدسی رحمت الله علیه میفرماید که و محمد صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین و سید المرسلین و محمد صلی الله علیه و سلم خاتم پیامبران است. خاتم پیامبران است، نه که آخرین پیامبران است و سید و سرداری رسولان است. لا يصح ایمان عبد حتى یؤمن برسالته. میفرماید ایمانی هیچ بنده درست نمی شود، درست نمی گردد مگر به آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است یا که بر او فرود آمده است ایمان بیاورد. ایمان هیچ بنده درست نمیگردد مگر با آنچه که رسول الله آورده است، که بر رساله رسول الله ایمان بیاورد و یشهد بنبوته و همچنین بر نبوت او و پیامبری او شهادت بدهد. نبوت او صلی الله علیه و و پیامبری او شهادت بدهد. و می‌فرماید که در روز قیامت بین مردم تنها با شفاعت او و قضاوت صورت میگیرد. تنها با شفاعت او صلی الله علیه و و قضاوت در آن روز صورت میگیرد. ولا يدخل الجنه امه الا بعد دخول امته. و هیچ امت داخل نمیشوند جنت را، داخل بهش نمیگردند مگر پس از داخل شدن امت او، یعنی امت محمد صلی الله علیه و سلم. و می‌فرماید صاحب لواء الحمد و مقام المحمود و او صلی الله علیه و سلم صاحب پرچم حمد، پرچم ستایش است و صاحب مقام محمود است، مقام ستوده شده است صلی الله علیه و سلم. و الحوض مورود و همچنین حوض مورود، حوض مقرری که از برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن روز قیامت خواهد بود. و هو امام نبیین و خطیبهم و او صلی الله علیه و سلم امام یعنی پیشوای پیامبران است و سخنگوی آنهاست، خطیب آنهاست. و صاحب شفاعتهم و او صلی الله علیه و سلم صاحب شفاعت آنها می باشد. و امته خیر الامم و امت او صلی الله علیه و سلم از بخیرترین، از نیکوترین، از بهترین همه امت ها است، امت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و اصحابه خیر اصحاب الانبیاء علیهم السلام و صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین صحابه های همه پیامبران علیهم السلام می باشند. پس بهترین مخلوق نزد الله سبحانه و تعالی این محمد صلی الله علیه و سلم است و مردم در نزد الله سبحانه و تعالی با درجه های گوناگون و مختلف تقسیم می شوند، که هر یکی ما و شمایان حتی مؤمنان در نزد الله سبحانه و تعالی با درجه های گوناگون تقسیم بندی می شوند و بهترین این مردم پیامبران هستند. بهترین این مردم پیامبران هستند و بهترین مردم پس از پیامبران کسانی که از پیامبران پیروی میکنن هستند، از صدیقان، از صادقان، از شهیدان، از صالحان. پس اینها چی رفیقان خوبی هستند. و در این موضوع، در این باره الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 69 میفرماید که و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء
والصالحين وحسن أولئك رفیقا. الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه می‌فرماید و هر کس فرموده های الله را بجا آورد و ما یطیع الله، هر کسی که الله را اطاعت و فرمان برداری کند، الله را اطاعت و فرمان برداری کند، هر کسی که سپس چی فرمود؟ و ما یطیع الله و رسولش رو نیز اطاعت و فرمان برداری کند. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، پس کسی که الله و رسولش رو اطاعت و فرمان برداری کرد و بر راهنمود پیامبر صلی الله علیه و سلم قدم نهاد، پس آنها همنشین کسان خواهند بود که الله به آنها نعمت داده است. الله بر آنها نعمت داده است. الله بر کی نعمت داد؟ فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، بر پیامبران الله نعمت را عطا کرده. کسی که از الله و پیامبران اطاعت می نماید، الله بر او این نعمت را عطا می کند، با همراهی پیامبران خواهد بود. و الصدیقین، و با همراهی صادقان خواهد بود. و الشهداء، و همچنین با همراهی شهیدان خواهد بود. و الصالحین، و همچنین با همراهی صالحان خواهد بود. و حسن اولئک رفیقا، با همراهی پیامبران، شهیدان، صالحان، پیامبران و صدیقان خواهد بود. چه نعمت اینها رفیقان خوبی هستند و اینها چی دوستان نیکویی هستند که با آنها در باغهای بهشت جمع می شوند و در آنجا حیات به سر می برند. پس بهترین پیامبران در بین تمام بشریت و مخلوقات و میان تمام پیامبران این محمد صلی الله علیه و سلم است. پس بهترین پیامبران 5 تا هستند. اینها را اولوالعزم میگویند. بهترین پیامبران 5 نفر هستند. اینها را اولوالعزم میگویند. اول نوح علیه السلام، دوم ابراهیم، سوم موسی، چهارم عیسی و پنجم محمد صلی الله علیه و سلم است. و الله سبحانه و تعالی این بهترین پیامبران را که اولوالعزم هستند در 2 مورد در 2 جای قرآن آنها را ذکر کرد. از جمله در سوره احزاب الله می‌فرماید که و اذ اخذنا من النبیین میثاقکم و منک، و بیاد آور ای پیامبر، بیاد آور آن هنگامی را که ما از پیامبران پیمان گرفتیم، و منک، و از تو هم پیمان استوار گرفتیم، از پیامبران و از تو پیمان استوار گرفتیم، و همچنین از تو هم پیمان گرفتیم. و من نوح، و از نوح علیه السلام نیز پیمان گرفتیم. و ابراهیم از نیز. و موسی و عیسی ابن مریم، و از موسی و عیسی ابن مریم نیز از همه آنها ما پیمان مستحکم و قوی گرفتیم. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، و همچنین در تأکید می نماید از نوح، از ابراهیم، از موسی، از عیسی ابن مریم و از تو ای محمد، از همه اینها پیمان سخت و مستحکم گرفتیم که در بیان ادای مسئولیت خود، مسئولیت رساندن دعوت و ادای امانت و تصدیق کردن بعض دیگری را کوتاهی نکنند و آنها از پیامبران اولوالعزم هستند. و همچنین الله می‌فرماید شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. ای محمد، ای مردم، شرع لکم، ای مردم، الله برای شما دین و آیین مقرر کرده است و آن این دین اسلام است، همان گونه‌ای که الذی اوحینا الیک بر تو وحی کردیم و ما وصی به نوح، و بر آنچه که ما نوح علیه السلام را بر آن وصیت کردیم که به آن عمل نمایند و بر آن دینی که بر تو ای محمد وحی شد. و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، و آن چیزی که وصیت کردیم به ابراهیم و موسی و عیسی، ان اقیموا الدین، این که دین را برپای بدارند و تفریق جویی نکنن، گروه نشوند. پس این دو آیه کریمه بیان این اولوالعزم از رسولان و همچنین بیان این که دین همه پیامبران یک است و همچنین این که مردم تفریقه نشوند، تنها از دین پیامبر پیروی نمایند، گروه و حزب مذهب نشوند.
در سوره شورى آیت 13. پس از میان ایشان این اولوالعزم محمد صلی الله علیه و سلم بهترین آنهاست. بهترین از اینها این محمد صلی الله علیه و سلم است. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که متفق علیه است، که متفق علیه را ما در گذشته گفتیم که حدیثی که بخاری و مسلم آن حدیث رو روایت می‌نمایند، این را متفق علیه میگن، اتفاق است بر این. رسول الله فرموده که انا سید الناس یوم القیامه، من سرور مردم در روز قیامت هستم. سرور مردم در روز قیامت هستم. و همچنین تمام پیامبران در شب معراج، اسرا و معراج که از پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیت المقدس نماز خواندند. دلیلی بر افضل بودن افضلیت این نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. پس از خصوصیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم، او خاتم پیامبران است، آخرین پیامبران است، او از آخرین پیامبران است. چون که الله میفرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد پدر هیچ که از مردان شما نیست، ولكن رسول الله و خاتم النبیین، ولیکن او رسول الله است، او رسول الله است و خاتم پیامبران است، آخرین پیامبران است. پس از او تا نزدیکی قیامت، تا قرب قیامت پیروی کنید. و دیگر از خصوصیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم، او صلی الله علیه و سلم سروری رسولان است، سروری همه پیامبران است. چون که در بالا بیان کردیم، شهادت دادن بر رسالتش، بر آن رساله‌ای که آورده از قرآن و سنت، برای ایمان این شرط مهمی اساس از دین است. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك، الله سبحانه و تعالی به ذات بزرگیش سوگند یاد میکند، سوگند میخورد که امر چنین نیست که آنها گمان میبرند که آنها مؤمنانند. سوگند به الله چنین نیست، فلا و ربک، چنین نیست که آنها چنین گمان میبرند که آنها مؤمنانند. و پس از این با این دعوی که آنها مؤمنانند با حکم تو راضی نمیشوند و تو را برای آنچه که در بین خود اختلاف شده است حکم قرار نمیدهند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، و باید ملال از حکم تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم در دل خود نداشته باشند. اولا باید دین تو را ای محمد، یعنی که قرآن و سنت را در تمام نیزه و کشی های خود حاکم قرار بدهند، حکم فرما باشد این دو چیز. و سپس چی فرمود؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، و باید ملل از حکم تو در دل خود نداشته باشند و کاملا تسلیم بگردند. پس اختیار نمودن حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم و راضی بودن و تسلیم شدن به آن چیزی که آورده است در نزد الله در همه حالتهای حیات از نشانه های صدق ایمان است. و یسلم تسلیم، کاملا تسلیم، نشانه صدق ایمانی بنده انا همین قاعده‌ای که الله در این سوره نساء آیت 65 بیان کرد انا همین است. پس در تمام کشمکشی‌ها، نیزاها بین زن و شوهر، بین خانواده، بین همسایه، بین هر کس هر چه، پس تو بینگر اگر با این آیات تو عمل کننده هستی، پس تو این نشانه صدق تو، ایمان تو و با پروردگار است، پیروی تو از دین اسلام است. و همچنین دیگر از خصوصیات رسول الله صلی الله علیه و شفاعت او در روز قیامت، که او صلی الله علیه و سلم در روز قیامت بین مردم تنها با شفاعت او قضاوت کرده می شود. آن روزی که 50,000 سال است که در دست گذشته این مسائل را بیان کرده بودیم. و امت او صلی الله علیه و سلم از اولین امت هاست که به بهشت رهایی میبخشند، داخل میگردند. رسول الله در حدیث فرمودند که روایت ابی هریره از در صحیح بخاری، نحن آخرون السابقون یوم القیامه، ما آخرین امت در روز قیامت و اولین کسانی هستیم که در روز قیامت قرار میگیریم، سبقت کنندگان هستیم. و او صلی الله علیه و سلم صاحب لیوای حمد است، صاحب پرچم ستایش و حمد است. و او صلی الله علیه و سلم پرچم ستایش رو در روز قیامت میبردارد که تمام پیامبران در زیر آن قرار میگیرند. و او صلی الله علیه و سلم صاحب مقام محمود است، مقامی که الله سبحانه و تعالی برای او صلی الله علیه و سلم این مقام را عطا خواهد کرد. الله میفرماید
عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، باشد که پروردگار تو را با مقام پسندیده، مقام محمود برساند. و دیگری از خصوصیات او صلی الله علیه و سلم، او صاحب حوض مورید است. این حوض است که امت او از آن خواهند نوشید، که در بیان حوض در بالا ذکر نموده در دست گذشته. و او صلی الله علیه و سلم امام پیامبران است و سخنگوی آنها در روز قیامت خواهد بود. و دیگری از خصوصیات رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که امت او بهترین امت هستند. امت او صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستند. الله سبحانه و تعالی در بیان این که امت او صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستند میفرماید: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستید. از میان مردم شما بهترین امت هستید. بهترین امتی به وجود آمده که امری بر معروف میکنید و نهی از منکر میکنید. پس یکی از سببهای بهترین امت بودن ما برادر و خواهران این که ما امری بر معروف و نهی از منکر میکنیم، که این در امتان پیشین دیده نمیشد. آنها امری بر معروف نهی از منکر نمیکنند، کسی را به سوی نیکی راهنمایی نمیکنند، کسی را از بدی باز نمیدارند و به الله ایمان آوردند. و تؤمنون بالله، و به الله سبحانه و تعالی ایمان آوردند. و به الله ایمان آوردن امری بر معروف نهی از منکر میکنند، عمل میکنند، یعنی که انا همین عملی ما و شما ایمان ما را قوی میسازد. سوره آل عمران آیه 10. پس رسول الله رسول همه جهانیان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها برای یک قوم یا یک ملت فرستاده نشده است، بلکه برای تمام بشریت است. الله میفرماید: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ما تو را ای محمد نفرستانیدیم مگر برای تمام مردم. کافه برای تمام مردم، للناس بشیرا و بشارت دهنده و بیم دهنده، کسانی که ایمان می آورند و تسلیم فرمان تو می شوند بر آنها بشارت بده جنت های جاودانه را، حیات طیبه نیکو را، و بیم بیده آن کسانی را که از تو سرکش هستند. و دیگری از خصوصیات رسول الله صلی الله علیه و سلم، قرآن کریم همچون معجزه بزرگ است. بزرگترین معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم این قرآن کریم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم با معجزه های زیاد فرستاده شد، اما بزرگترین آنها این قرآن کریم است. این سخن الله سبحانه و تعالی راهنمای ابدی برای انسانیت. الله میفرماید: وإنه لذكر لك ولقومك و آن قرآن، یعنی که این قرآن ذکر است، یعنی که عزت است و شرف است برای تو ای محمد و برای قوم تو، اگر هر کسی با سوی این قرآن رجوع کننده باشد. و دیگر از خصوصیات او صلی الله علیه و سلم، او بشارت دهنده است و هشدار دهنده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وظیفه خود یا که وظیفه او به حیث بشارت دهنده برای کسانی که از او پیروی می‌نمایند در مورد بهشت برای نیکوکاران و هشدار دهنده از عذاب دوزخ، از عذاب سرمدی الله سبحانه و تعالی برای بدکاران. الله میفرماید: إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا. ما تو را ای محمد گواه، شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده یا که هشدار دهنده فرستادیم در سوره فتح. و دیگری از خصوصیت او صلی الله علیه و سلم، او رحمت برای تمام عالمیان است. محمد صلی الله علیه و سلم رحمت و مهربان برای تمام بشریت، حتی تمام آفریده های الله سبحانه و تعالی. الله میفرماید: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما تو را نفرستادیم ای محمد صلی الله علیه و سلم مگر رحمت برای عالمیان در سوره انبیا. و خصوصیت دیگری او صلی الله علیه و سلم دارای اخلاق بزرگ و نمونه خیلی عالی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اخلاق عالی
و یک نمونه بشر زنده در بین تمام جهانیان ارزش بزرگی دارد. الله سبحانه و تعالی اخلاق او صلی الله علیه و سلم را ستایش میکنه و میفرماید که و انک لعلی خلق عظیم، و تو ای محمد به درستی که چی بسا یک اخلاق بزرگ داری. پروردگار ما را از این اخلاق نیکو با شرف بگردان و از بد اخلاقی دور بساز. الله سبحانه و تعالی گناهان پیامبران را اگرچند که آنها گناهان بزرگ را انجام نمیدهند، همه آنها را بخشیده است، یعنی که آنها معصوم هستند، آنها گناه نمیکنند، گناه هم ندارند. الله میفرماید در این مورد در سوره فتح لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، تا الله گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزد، ببخشد. و او صلی الله علیه و سلم صاحب شریعت کامل است و صاحب شریعت جاودانی است. شریعت او صلی الله علیه و سلم شریعت کامل است و برای تمام زمانها مقرر شده است، برای تمام زمان و مکان، برای تمام حیات هر دولت ملت یک شریعت کامل حیات زندگی که انسان اگر که به سوی او رجوع کرد بدون شک و خوشحال می شود و خوشبخت می گردد. حل تمام مشکلات های زندگی و خانواده و دولت ها و شهر هاست. یگانه حل تنها به سوی شریعت او صلی الله علیه و سلم است. اگر شریعت او صلی الله علیه و سلم حکم فرما شود این عالم را، هر شهر و دیار را، در آنجا دیگر هیچ فسادی دیده نمی شود. تمام فسادی و فسادکاران نابود می گردند و هیچ کس دیگر نه از زبان، نه از سخن، نه از رفتار هیچ کس ضرر نخواهد دید. و شریعت او شریعت کامل است. الله می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را برای شما کامل گردانیدیم. دین کامل است، دیگر نیازی بر یگام نوآوری های ندارد. هر بدعت گمراهی است دیگر و هر گمراهی در آتش است. چون الله در این آیه کریمه بیان کرد که امروز ای محمد دین کامل شد. معنای دین کامل شد این است که دیگر هیچ نوآوری های در دین نیاز نیست، ما بر این نیاز نداریم و هر نوآوری مردود است، پذیرفته نمی شود. چون که در حدیث رسول صلی الله علیه و آله این را بیان کردند و بیان کردند که شفاعت بزرگ در روز قیامت، محمد صلی الله علیه و سلم صاحب شفاعت بزرگ در آن روز خواهد بود. او صلی الله علیه و سلم در روز قیامت تمام بشریت بر تمام بشریت شافع خواهد بود. برای قضاوت بین مردم آغاز شدن، چون در آن گرمی که روزی آن 50,000 سال است قرار میگیرن مردم. و رسول الله گفتن که من صاحب شفاعت هستم و تمام مردم در زیر پرچم من خواهد بود. و او صلی الله علیه و سلم اولین نفر هستند که بر بهشت داخل میشوند. اولین کسی است که داخل بهشت خواهد شد. اولین کسی که در بهشت برای شده می شود. و او صلی الله علیه و سلم برای این امت مثل پدر است، مثل یک پدر مهربان. چگونه که در حدیث آمده است انما انا لکم بمنزلة الوالد، حقا بدرستی که من برای شما مانند پدر هستم که شما را تعلیم می دهم. این حدیث را ابو داود در کتاب طهارت و در بین باب واجب بودن غسل روایت کردند. پس این حدیث تأکید می کند که او مانند پدر برای این امتش است. آنها را تمام مسائل دین را آموزانید، یعنی به حیث یک شخصیت مهربانترین و غمخوار که به راهنمایی های او انسان هدایت می‌یابد. و او صلی الله علیه و سلم صاحب نام بهترین است و صاحب نام است که بیشتر ذکر شده است. و او صلی الله علیه و سلم محمد صاحب نام‌های بزرگ و زیبا است، از جمله محمد، احمد، مصطفی و خاتم النبیین و غیره از نام‌های دیگر. و او صلی الله علیه و سلم نوبسته از سختی‌های زیاد حق را بدون ترس و خستگی تبلیغ کرد، رسانید و در این راه استوار هم ماند. پس این خصوصیت‌ها بهترین بودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را نشان می‌دهد که او صلی الله علیه و سلم بهترین مردم و ارزشمندترین مخلوق نزد الله سبحانه و تعالی، یک راهنمود کامل برای بشریت است و رسالت او در نزد تمام مردم تصدیق شده است، تأکید شده است که در آن شک و تردید هم دیگر نیست. این است او صلی الله علیه و سلم. سپس مؤلف رحمت الله علیه بعد این حقوق پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که ابن قدامه و افضل و افضل ترین که بهترین و افضل امته ابوبکر الصدیق و بهترین امت او صلی الله علیه و سلم ابوبکر الصدیق است، ثم عمر فاروق، سپس عمر فاروق است، سپس عثمان ذی نورین است
و سپس علی مرتضی است رضی الله عنهم اجمعین. می‌فرماید که در بیان انمین افضلیت رو بیان کردیم. روایت از عبدالله ابن عمر رو میارد رضی الله عنهما، از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما قال كنا نقول ما میگفتیم و النبی صلی الله علیه و سلم حی، یعنی در زمان در هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بودند میگفتیم. چی میگفتیم؟ افضل هذه امه، افضل ترین این امت بعد نبینا، بعد پیامبرمون ابوبکر صدیق است، ثم عمر سپس عمر است، ثم عثمان سپس عثمان است، ثم علی سپس علی است. و این بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسید. این سخن ما، این گپ ما گفتیم با پیامبر میرسید. فلا ينکره، این را انکار نمیکرد. پس بهترین شخص از امت او صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق اول، سپس عمر فاروق، سپس عثمان ذی‌النورین، سپس علی مرتضی رضی الله عنهم است. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما این را روایت میکند. ما میگفتیم، میگوید وقتی که رسول الله زنده بود در نزد ما بود، با همراه ما بود، میگفتیم بهترین شخص ابوبکر سپس عمر سپس عثمان سپس علی است و این سخن بر رسول الله میرسید. اون رو میشنید، این رو انکار نمیکرد، رد نمیکرد. این دلالت بر آن مینامه که افضل ترین این امت بعد رسول الله صلی الله علیه و این 4 نفر هستند. و میفرماید که وصحت روایته عن علی رضی الله عنه، و روایت ها از علی رضی الله عنه صحیح ثابت هستند. انه قال، این که گفت علی رضی الله عنه گفت خیر هذه امه، بهترین این امت بعد نبیها، بعد پیامبرشون، بهترین این امت بعد پیامبرشون سخن علی است، ابوبکر صدیق است، ثم عمر سپس عمر است. ولو شئت سمیت الثالث، میگوید اگر میخواستم شخص سوم رو نیز نام میبردم. روایت از علی ابن ابی طالب. و همچنین روایت دیگه که ابو دردا رضی الله عنه روایت نمی‌فرماید فرمود که انه قال، این که گفت ما طلعت الشمس، هیچگاه آفتاب نبرآمد، هیچگاه آفتاب نبرآمد، ولا غربت بعد نبینا والمرسلین على افضل من ابی بکر، هیچگاه آفتاب پس از پیامبران و رسولان بر کسی بهتر از ابوبکر صدیق دیده طلوع و غروب نکرده است. در بین فضیلت ابوبکر صدیق ابی دردا رضی الله عنه کردند. و سپس می‌فرماید که و او، یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنه، از همه بهترین انسان هستند، از همه افضل ترین مخلوقات الله بعد پیامبران هستند و افضل ترین مردم بر این خلافت را پس از پیامبر اسلام این ابوبکر صدیق سزاوارتر بود. به سبب فضل و بزرگی او ابوبکر صدیق، همچنین سابقه و مقام پیش صفی او در اسلام و انتخاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که او را برای امامتی در نماز برای همه صحابگان پیش گذاشت، پیشبری کردند صلی الله علیه و سلم او را هنگامی که بیمار بودند. و همچنین تمام اتفاق بر این است که بیعت صحابگان رضی الله عنه برای انتخاب او صلی الله علیه و سلم برای پیشوای این امت، برای خلیفه، و الله سبحانه و تعالی هرگز و هرگز آنها را، یعنی که صحابگان کرام را در گمراهی جمع هم نمی‌کند. ثم من بعده عمر، می‌فرماید سپس بعد او، بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه، افضل ترین بشریت این عمر رضی الله عنه هستند. سپس بعد از او این ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر ابن خطاب رضی الله عنه برای خلیفت سزاوارتر بود، افضل ترین او بود، با سبب بزرگی و فضل و شأن و شرف او، با سبب وصیتی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای خلیفت ماندن او با گذاشتن او. سپس عثمان رضی الله عنه، که عثمان رضی الله عنه با دلیل پیشبری اهل شورا برای خلیفت پیش بینی شد و قبول شد. اهل شورا آن کسانی که از صحابگانی که آنها نشستند و عثمان را رضی الله عنه را خلیفه مؤمنان قرار دادند. وقتی که این گروه شورا که جمع شده بودند با ترتیب و رضایتشان او را، عثمان را برای این مقام انتخاب کردند، برای این مقام انتخاب کردند، مقام خلیفه بودند. و سپس علی رضی الله عنه، سپس علی رضی الله عنه برای فضیلت او و اهل زمان او علی رضی الله عنه را انتخاب کردند برای خلیفت. پس اینها را خلیفه های راشدین میگویند، خلیفه های راشدین هدایت یافته که در حق آنها رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند علیکم بسنتی، بر سنت من چنگ بزنید، و سنت خلفای راشدین، و سنت خلفای راشدین چنگ بزنید. وصیت اول سنت پیامبر، وصیت دوم سنت خلفای راشدین. هدایت یافته گفت آنها را بعد من. پس بعد رسول صلی الله علیه و سلم ما باید بر کجا قدم بزنیم؟ در پیروی بر سنت پیامبر و سنت خلفای راشدین. عضوا علیها بالنواجذ، گفتم با دندانهای کرسی خود آنها را بدارید، سخت محکم بدارید. تأکید کردن صلی الله علیه و سلم، برای شما سنت من
و از سنت خلیفه هایی که من آنها را برای شما وصیت می‌دهم راهنمود شوید. از این راهنمایان پیروی نمایید، با آنها عزا شوید. و در دیگر حدیث رسول الله گفتند که الخلافه من بعد 30 سنه، که خلافت پس از من 30 سال خواهد بود. فکان آخرها خلافت علی رضی الله عنه، آخران این خلافت علی رضی الله عنه بود. پس بیان فضیلت های این صحابگان کرام. صحابه شخصی است که با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاقات کرده است، با پیامبر ملاقات کرده است و با او ایمان آورده است و با این ایمان از این دنیا گذشته است. بر این شخصیت صحابه گفته می شود. پس بهترین صحابگان بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، بهترین مردم بعد رسول الله صلی این صحابگان کرام هستند. صحابگان کرام این اصحاب دوستان پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. پس بهترین مردم کسانی هستند که در عصر پیامبر زندگی کردند، چون در حدیث پیامبر گفته که بهترین مردم این عصر من است، در روایت بخاری. پس افضل ترین از این صحابگان، نیکومندترین آنها مهاجرانند، کسانی که هجرت کردند، چون آنها هم ایمان آوردند، هم هجرت کردند، هم نصرت پیامبر دادند، هم پیامبر را کمک کردند. پس از مهاجران این انصاری ها هست. انصاری ها اهل مدینه در درجه برتری، پس از مهاجران انصاری ها درجه بالایی را دارند. پس افضل ترین این مهاجران، در بین مهاجران افضل ترین اینها این خلیفه های چهارگانه است: ابوبکر، عمر، عثمان و سپس علی رضی الله عنهم. ابوبکر رضی الله عنه لقبش صدیق است و نام پوره او عبدالله ابن عثمان است. ابو قحافه میگویند اولین مردانی که به او صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و همسفر پیامبر در هجرت و جاینشینی پیامبر در نماز در حج و در نماز در آنجا هم. و وفات ابوبکر صدیق در جمادی الاخر سال 13 هجری در سن 63 سالگی وفات کردند. در سن 60 سالگی. سپس عمر رضی الله عنه لقبش فاروق است، جدا کننده بین حق و باطل. نام پرش عمر ابن خطاب است که عمر ابن خطاب در سال 6 از بعثت مسلمان شدند. سال 6 از بعثت مسلمان شدند. تقریبا بعد 40 مرد یا که 11 زن، بعد 40 مرد 11 زن عمر بن خطاب مسلمان شدند و این خلیفت را از ابوبکر صدیق گرفت. ابوبکر صدیق عمر فاروق را خلیفه خود تعیین کرد. این یکی از راههای خلیفه شدن، این کی است؟ خلیفه کسی را تعیین می‌نماید بعد خودش. و وفات عمر بن خطاب در ماه ذوالحجه در 23 از هجری در 60 سالگیش وفات کردند رضی الله عنه. سپس عثمان رضی الله عنه لقبش ذوالنورین، صاحب دو نور، به خاطر آنکه که دو دختر رسول صلی الله علیه و آله را ازدواج کرده بود. عثمان ابن عفان نام پرش. و عثمان رضی الله عنه پیش از وارد شدن پیامبر صلی به خانه ارقم مسلمان شد. خانه ارقم رو در سیرت بیان کردیم که در آنجا جمع شدن مشورت می‌کردند و خلافت را پس از عثمان با مشورت با اهل شورا بر او دادند و وفاتش در ماه ذوالحجه در سال 35 از هجری در 90 سالگی به شهادت رسید. و سپس علی رضی الله عنه خلافت را پس از وفات عثمان اهل شورا بر او دادند و وفاتش در سال 40 هجری در 63 سالگی گذشتند به شهادت رسانده شد. و در بیان افضلیت در خلافت، در خلیفه بودن در خلافت، اول ابوبکر صدیق است، زیرا او از همه افضلیت داشت و افضل بود و اولینی از مسلمانان بود. دوم عمر رضی الله عنه که با سرداری ابوبکر صدیق تعیین شد. سوم عثمان با مشورت اهل شورا تعیین شد. چهارم علی پس از عثمان خلیفه گشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم از سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم، از رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم، از عملهای پیامبر صلی الله علیه و سلم این ترتیب، این افضلیت تصدیق می‌گردد در بین اثبات خلافت این ابوبکر، عمر، عثمان و علی از چی؟ از سخنان پیامبر و از عملهای پیامبر صلی الله علیه و سلم این افضلیت‌ها تصدیق می‌گردد. و حدیث ابن عمر رضی الله عنه که فرموده که ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را به درجه فضیلت انتخاب میکردیم، فضیلت داشتن آنها، برتر بودن آنها انتخاب میکردیم. میگفته که ابوبکر اول افضل میدونستند، سپس عمر را افضل میدونستند، سپس عثمان را افضل میدونستند. که این حدیث در صحیح بخاری در کتاب فضایل صحابه در باب فضیلت ابوبکر صدیق از پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. و روایت دیگری هم از بخاری تحت رقم 3697 ذکر شده است که ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ کس برابر با ابوبکر صدیق نمیدونستیم، هیچ کسی رو برابر با ابوبکر صدیق نمیدونستیم. سپس عمر، سپس عثمان، سپس علی. بعدن صحابگان دیگر
فرقیت در میان آنها میگذاشتند رضی الله عنهم. و همچون در روایت ابو داود است که فرمودند که ما میگفتیم که رسول الله صلی الله علیه و زنده بود، در حالی که پیامبر الله زنده بودند ما میگفتیم. چی میگفتن صحابگان؟ بهترین شخص، بهترین این امت ابوبکر صدیق است، سپس عمر است، سپس عثمان است. و پیامبر او را میشنید و رد نمیکرد، اینکه تصدیق میکرد این را. و همچنین در روایت طبرانی هم ذکر شده است که پیامبر اینها را میشنیدند، این سخن صحابه را میشنیدند و آن را انکار و رد نمیکردند. این تصدیق بیانگر فضیلت آنها با این درجات است. و در آخر مؤلف رحمت الله علیه ابن قدامه در اینجا روایت ذکر از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را ذکر نمود. و این چهار خلیفه راست قول، خلفاء الراشدین مهدیین، خلیفه های راست قول و هدایت یافته. و حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند که روایت ترمذی است از ابی داود همچنین، و شیخ البانی این حدیث را با سند خوب حسن ذکر نمودند، گفتند که بر سنت من و سنت خلفای راشدین راستکار، راست قول گام بینید، پیروی نمایید، یعنی آنها را پیروی کنید و با آنها سخت بچسبید، حتی با دندانهای کرسی خود اینها را بدارید، گفتند صلی الله علیه و سلم. و همچنین دیگر حدیثی که رسول الله گفتند که خلیفه پس از من 30 سال است، خلافت پس از من 30 سال گفتند صلی الله علیه و سلم. پس ملک های ظالمانه می آید، ملک های ظالمانه می آید، حاکمان ظالمانه می آید. 30 سال است. روایت احمد از ابی داود و ترمذی و شیخ البانی این حدیث را با سند خوب، سند حسن خوب تایید کردند. پس در پایان این دوره 30 ساله که خلیفه ها قرار گرفتند، این خلیفه های راستکاران، راست قولان به خلافت حضرت علی رضی الله عنه به آخر رسید. این خلافت ها بر خلافت علی رضی الله عنه به اتمام یافت. و در ادامه آن حسن ابن علی رضی الله عنه، این خلافت بعد وفات علی رضی الله عنه در این ادامه به دست حسن ابن علی رضی الله عنه این خلافت رسید. اما حسن رضی الله عنه اختیار خود را به حضرت معاویه رضی الله عنه واگذار کرد، اینکه از این حقش گذشت کرد، چون جوان بود، عالیاش بود. به خاطر صلح و آشتی بین این دو گروه بزرگ از مسلمان ها این را تایید کرد حسن. و این عملی که حسن رضی الله عنه در اینجا انجام داد، این یکی از پیشگویی های رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بود، یعنی که این مقام را رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما ذکر یادآوری هم کرده بودند. چون که روایت بخاری است فرمود که این پسر من، یعنی که حسن سزاوار است. در وصف حسن گفتند این پسر من که حسن ابن علی سزاوار است، یک نبیره من، که شاید الله با وسیله او، با واسطه او، یک با واسطه حسن دو گروه بزرگ مسلمانان را آشتی بدهد، آشتی بیاندازد. و در همین زمان حضرت علی را هنگامی کشته می شود، مسلمانان در بین آنها اختلاف پیدا می شود و اختلاف بزرگ پیدا می شود. این حسن ابن علی از این مقام گذشت میکند، اینو بر معاویه میدهد و این دو گروه عظیم از مسلمانان که در بین خود اختلاف داشتند، این اختلاف را دور می‌سازد، اتفاق را در بین آنها میاندازد، که این پیشگویی رسول صلی الله علیه و سلم بود. و پیشگویی چیزی نیست مگر با وحی الهی، حاضر این موضوع را ذکر می‌نمایم. پس دوره خلافت این چهار خلیفه راست قول، راستگو، اگر خلافت ابوبکر صدیق را بگیریم رضی الله عنه، 2 سال و 3 ماه و 9 شب بود. خلافت ابوبکر صدیق 2 سال و 3 ماه و 9 شب، از 13 ربیع الاول سال 11 هجری تا 22 جمادی الثانی سال 13 از هجری. اما خلافت عمر ابن خطاب رضی الله عنه باشد 10 سال و 6 ماه و 3 روز، 10 سال و 6 ماه و 3 روز قرار گرفت، از 23 جمادی الثانی سال 13 از هجری تا 26 ذوالحجه سال 23 از هجری. اما خلافت عثمان رضی الله عنه باشد 12 سال، یا که کمتر از 12 سال، که 12 سال و 12 روز قرار گرفت. و از ماه اول محرم سال 24 هجری تا 18 ذوالحجه سال 35 از هجری، این خلافت عثمان رضی الله عنه. پس این خلیفه های مبارک هنگامی که شهادت رو به دست میدهند، دست خلافت به دست علی ابن ابی طالب رضی الله عنه میشه، که علی ابن ابی طالب 4 سال و 9 ماه داومناکی خلیفه او میشود. 4 سال و 9 ماه داومناکی خلیفه او، یعنی که از 19 ذوالحجه سال 35 از هجری تا 19 رمضان سال 40 از هجری. اگر ما همین را جمع کنیم 29 سال و 6 ماه و 4 روز میشود. 29 سال و 6 ماه و 4 روز، پس 5 ماه و 26 روز نمیرسد. خلافت حسن ابن علی رضی الله عنه، حسن ابن علی رضی الله عنه پس از شهادت پدرش حضرت علی رضی الله عنه به خلافت رسید. این خلافت را میراث برد که در ماه ربیع الاول سال 41 از هجری خلافت خود را بر معاویه رضی الله عنه واگذار کرد، با او بخشید، با او داد. و این حادثه چون که بیان کردن نشانه عملی حدیث رسول صلی الله علیه و سلم بیانگر است که خلافت 30 سال ادامه خواهد یافت.
30 سال کامل ادامه خواهد یافت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره حسن ابن علی چون یک بیان کردن فرمود که این پسر من سرور است. حسن نبیره من سرور است و شاید الله با واسطه او دو گروه بزرگ مسلمانان را آشتی بیاندازد که این حدیث را امام بخاری روایت کرده است. حدیث صحیح است. این یکی از دلایل مهم است در تاریخ اسلام. اشاره بر این واقعه صلح بین حسن ابن علی رضی الله و معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنه میکند و معنای این حدیث که این پسر من سرور است، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم حسن را با عنوان شخص بزرگ و اخلاق عالی وصف کردند. سرور است گفتند، شخص بزرگ که حسن رضی الله عنه با عقل ادراک خوب نیکوی نشأه‌نما یافته بود و با این دین و آیینی که از رسول صلی الله علیه و سلم از این علی و صحابگان کرام گرفته بود، وحدت مسلمان ها در بیان وحدت مسلمان ها کمک فرما شد، کمک کرد. و قول پیامبر که دو گروه بزرگ اشاره به مسلمان هست که بعد از شهادت حضرت علی رضی الله عنه به دو گروه تقسیم شده بودند. یکی پیروان حسن رضی الله عنه و دیگر پیروان معاویه. دو گروه عظیم تقسیم شدند. حسن ابن علی رضی الله عنه پس از آن که به خلافت رسید، به خاطر اهمیت جلوگیری از خونریزی و تأمین کردن صلح بین این مسلمانان، خلافت خود را اختیاراً به معاویه داد رضی الله عنه، واگذار کرد بر او خلافت را. و این عمل حسن رضی الله عنه سبب به پایان رسیدن اختلاف و سرجمی این مسلمانان گردید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با این حدیث تأکید میکردند و تأکید نمودند که حسن یک شخصی صلح‌آور است و هدایتگر و هدایتخواه بود و حسن و حسین رضی الله عنهما دو نبیره عزیز و با احترام پیامبر الله صلی الله علیه و سلم دارای مقام بزرگ در تاریخ اسلام باشند. حسن ابن علی رضی الله عنه نبیره رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از دو ریحانه او صلی الله علیه و سلم هستند و او با اخلاق بزرگ و عقلی بالای در بین صحابگان کرام مشهور بود. پسر علی ابن ابی طالب، پسر فاطمه زهرا رضی الله عنها می باشد و حسن رضی الله عنه در 15 رمضان سال 3 از هجری به دنیا آمدند. 15 رمضان سال 3 از هجری به دنیا آمدند و او رضی الله عنه در ربیع الاول سال 5 از هجری در شهر مدینه وفات کردند و حالا در قبرستان بقیع قرار دارند، به خاک سپرده شدند در همانجا در قبرستان بقیع. اما حسین باشد رضی الله عنه، حسین اینم نبیره پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکی از دو ریحانه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، حسن و حسین. حسین همچون یک شخصیت و نمونه شجاع در حق شناخته میشد، مرد شجاع. پسر علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا رضی الله عنها می باشد که حسین در شعبان سال 4 از هجری به دنیا آمدند و او رضی الله عنه در آن موقعی که مشهور است، کربلا، سال 10 محرم سال 61 از هجری در آنجا به شهادت رسانده شد از جانب خائنان رضی الله عنه. این است خلاصه این مردان دلیل در این مقامی که آنها را الله سبحانه و تعالی بر آنها عطا کرده است، مقام بزرگ. و مؤلف رحمه الله تعالی می‌فرماید که و نشهد للعشرة بالجنه کما شهد له النبی صلی الله علیه و سلم، و ما شهادتی می‌دهیم به 10 صحابه‌ای که پیامبر الله صلی الله آنها را به جنت بشارت داده است که بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم حق است. گفتند که ابوبکر در جنت، عمر در جنت، عثمان در جنت، علی در جنت، طلحه در جنت، زبیر در جنت، سعد در جنت، سعید در جنت، عبدالرحمن ابن عوف در جنت، ابو عبیده در جنت، ابو عبیده ابن جراح در جنت. این 10 نفر را رسول الله صلی الله علیه و سلم نامبر کردند. پس هر کسی را که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بر جنت بشارت دادند، ما نیز شهادت بر جنت بودن آنها را میدهیم، چون بشارت پیامبر جز وحی الهی نیست، ما نیز این 10 نفر را بشارتی بر جنت میدهیم. و مانند این سخن او و همچنین حسن و حسین سروران جوانان اهل بهشتند گفت صلی الله علیه و سلم. و سخن او در حق ثابت ابن قیس، او از اهل جنت است. همه اینها و دیگر صحابگانی که ذکر شدگی هستند شهادت بر جنت که دوزخ دادن. این مسئله، این نقطه خیلی مهم است. شهادت دادن بر جنت یا که دوزخ بر اساس عقل نیست. شهادت دادن کسی رو بر جنت یا که بر دوزخ، این جنتی است این دوزخی است، این بس بر اساس عقل ثابت نمی شود، بر اساس هوا و هوس ثابت نمی شود، تنها با شرع پیوسته است. و هر کسی که از شریعت دور سخن کرد، سخنش مردود می شود. پس هر کسی رو که شریعت یعنی الله و پیامبرش شهادت داده باشد، ما نیز به آن شهادت می‌دهیم. اما کسی را که برای آنها شهادت شرعی نیست، ما تنها برای نیکوکاران امید رحمت و در آخرت
باشد از گناهکاران میترسیم. پس تقسیمات شهادت بر جنت یا دوزخ، شهادت بر جنت یا دوزخ به دو نوع تقسیم می شود. اولا شهادت عمومی دادن، یعنی این شهادت به صفت است، مانند شهادت دادن برای هر یک مؤمن، هر یک مسلمان که او در جنت است، شهادت عمومی گوین این را. برای هر یک کافر که او در دوزخ است، از اهل دوزخ است. هر مؤمن در جنت است و هر کافر در دوزخ است، این شهادت عمومی میگن. و این شهادت اینه که بر جنت بودن آن یا که بر دوزخ بودن آن از باب عمومی، این گونه شهادت بر اساس وصف‌هایی که شریعت آن را سبب نجات یا که جهنم بودن آنها بیان کرده است اقرار و تصدیق می‌نماییم. این را شهادت عمومی میگویند، شهادت عمومی. اما شهادت مخصوص، این شهادت برای شخص است، یعنی شهادت دادن برای شخص معین که او از اهل دوزخ است یا که از اهل بهشت است. اما در این حالت ما تنها شهادت بر آن کسان میدهیم که الله و رسولش آنها را شهادت داده باشد بر بهشت یا که دوزخ بودن آنها. تمام در این توقف می‌نماییم. شخصانی که مشخصاً از اهل بهشت حساب میشوند بسیارند، آنها از جمله آن 10 صحابه‌ای که پیامبر آنها را بر بهشت بشارت داد. و این 10 نفر از جمله و عنوان مخصوص 10 نفری که از اهل بهشت هستند، تک تک اینها را میگویم. ابوبکر در جنت، عمر در جنت، عثمان در جنت، علی در جنت، طلحه در جنت، زبیر در جنت، عبدالرحمن ابن عوف در جنت، سعد در جنت و سعید در جنت. با کی بود؟ ابو عبیده ابن جراح در جنت که این حدیث ترمذی روایت کرده هستند و البانی این حدیث صحیح گفتند. اما در مورد آن 4 نفری که ابوبکر، عمر، عثمان، علی ما سخن کردیم. سپس طلحه ابن عبیدالله از اولین ها در اسلام بودند. در اول اسلام آورده بودند، از اولین ها. و در سال 36 از هجری در سن 64 سالگی به شهادت رسیدند. سپس زبیر ابن عوام، عمکزاده پیامبر صلی الله علیه و سلام، در جنگ جمل که در آنجا در جنگ اشتراک نکرده بود، اما بعداً در ماه جمادی اول در سال 36 از هجری در سن 67 سالگی به شهادت رسیدند. عبدالرحمن ابن عوف از قبیله زهره بودند. سال 32 از هجری در سن 72 سالگی وفات کردند و در بقیع در آنجا دفن هستند. و سعد ابن ابی وقاص، اولین شخص که در راه الله تیر انداخته بودند، در سال 55 از هجری در سن 82 سالگی وفات کردند و در بقیع دفن کرده شدند. و سعید ابن زید از اولین ها در اسلام در سال 51 از هجری در سن 70 سالگی در عریق وفات کردند. و ابو عبیده ابن جراح از اولین هایی که اسلام را پذیرفتند سال 18 از هجری در سن 58 سالگی در یرموک، در جنگ یرموک، بر اثر آن وبایی که در آنجا منتشر شد وفات کرده بودند. و همچنین صحابگان دیگری که بر آنها بشارت بر جنت داده شده است. گفتیم حسن و حسین، دو نبیره رسول صلی الله علیه و آله که پیامبر در روایت ترمذی فرمودند که حسن و حسین سروران جوانان اهل جنتند. ثابت ابن قیس و رسول الله که در صحیح بخاری روایت می‌نماید که فرمودند که تو از اهل دوزخ نیستی گفتند، بلکه تو از اهل جنتی. یعنی کسانی را که الله سبحانه و تعالی آنها را بشارت بر جنت داد، ما هم آنها را بشارت بر جنت میدهیم. اما غیر این حق نداریم بگیم فلانی در جنت است، فلانی از اهل بهشت است. امید رحمت الله را بر او داریم که از اهل بهشت قرار بگیرد، از مؤمنان. اما تعیین نمیکنیم اگرچه درجات بالا و مقام داشته باشد. سپس شخصان معین از اهل دوزخ که در قرآن و سنت ذکر آنها آمده است، شخصان معین به مانند ابوالعزة ابن عبدالمطلب، عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم و دشمن سرسخت او صلی الله علیه و سلم. در سوره مسد تبت یدا ابی لهب و تبت یدا ابی لهب تا آخر سوره در شأن همون است. و زن ابو لهب ام جمیل اروه بنت حرب که او همسر و شریک ابو لهب در دشمنی پیامبر و اسلام سهم میگذاشت و در همین سوره در شأن مذمت آنها ذکر شده است، از اهل جحیم بودن آنها. و همچنین ابو طالب عبدالمناف ابن عبدالمطلب، عمه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، با وجود همه دستگیری های او بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، زحمت های او، کمک های او با پیامبر صلی الله علیه و سلم، اما به سبب ایمان آوردنش از اهل جهنم قرار گرفت. که رسول الله که در صحیح بخاری و مسلم است در بیان علامت های نبوت و از همه سبکترین عذاب اهل جهنم سخن میراند، میگه از همه آسانترین عذاب اهل جهنم را کسی دارد که
در پایه‌های و یک نعل یک پایافزال پوشانده میشد که مغز سرش میجوشد و این انا همان ابو طالب است. و همچنین دیگر شخصان هم بودند که آنها اهل جهنم با کتاب یا که سنت اثبات شده هستند. عمرو ابن امیر ابن لحی الخزاعی یک شخص بت پرستی بود و این بت پرست را در بین مردم پهن کرده بود و رسول الله در حق او گفت من او را دیدم در جهنم، یعنی که روده های خود را در دوزخ میکشید عذاب او را. روایت بخاری است. پس در بیان دوزخی بودن انسان یا که جنتی بودن انسان حکم عام است و حکم خاص است. عام هر مؤمن در جنت است، هر مؤمن متقی در جنت است، هر کافر و فاجر در جهنم است. اما شخصی معین هیچ کسی رو نمیگیم فلانی در بهشت است و فلانی در دوزخ است. چون یک شیخ گفت نرجو له الرحمه، از او امید رحمت داریم که الله سبحانه و تعالی با فضل و کرمش او را از اهل یک مؤمنان از اهل بهشت قرار بدهد، اما کافران و فاجران منافقان او از اهل جهنم. سپس در اینجا مؤلف ابن قدامه رحمه الله تعالی میفرماید که ولا نکفر احدا من اهل القبله بذنب، ما هیچ کسی را از اهل قبله با گناه کافر نمیشماریم. نه که هر کس که هر گناهی را بجز شرک و کفر انجام ما او را کافر نمیشماریم و با عمل از اسلام بیرونش نمیکنیم. میگه با گناهان کبیره ما انسان را از اسلام بیرون نمیکنیم. میفرماید و نرو الحج والجهاد ماضیا مع طاعه لكل امام، میفرماید که ما میبینیم، ما میخواهیم که حج و جهاد حتما در زیر راهبری هر امام باشد. این اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت در این مورد خوب گوش بدهید. میگه ما هیچ کس را از اهل قبله کی است؟ کسی که شهادت لا اله الا الله میگوید و از کفر و شرک براءت میجوید و نماز با پا میدارد. ما هیچ کس را از اهل قبله با گناه کافر نمیشمریم، تکفیر نمیکنیم و با عمل از اسلام خارج هم نمیکنیم. و سپس فرمود چیز ما میخواهیم و نرو و ما میبینیم میخواهیم که حج و جهاد حتما در زیر راهبری هر امام است. حج و جهاد در زیر راهبری امام است. بدون راهبر جهاد نیست. خواه پرهیزگار باشد خواه فاجر، بران کن او فاجران، چی ان همه امام که با او از او اطاعت کرده می شود، چی انسان پرهیزگار با تقوا و دینی یا که شخص فاجر و فاسق باشد، آدمی که مسلمان است باید اجرا شود، از او اطاعت شود در معروف. و صلات الجمعه خلفهم جایز، و همچنین نماز جمعه از پشت اینها این امامان چی فاجر باشند چی فاسق باشند چی پرهیزگار باشند جایز است از پشت اینها. قال انس قال رسول الله صلی الله علیه و آله، انس میفرماید که رسول الله گفتند ثلاث من اصل الایمان. انس رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر الله صلی الله علیه و آله فرمودند سه چیز از اصل و اساس ایمان است. الکف عمن قال لا اله الا الله، باز داشتن سه چیز از اصل اساس ایمان است. کسی که لا اله الا الله میگوید، نه که معبودی بر حق جز الله نیست میگوید، ما زبان خود را از او باز می‌داریم، ما زبان نکشیم، توقف میکنیم یعنی، و او را با هیچ گناهی از گناهان کبیره و صغیره تکفیر نمیکنیم، کافر نمیشماریم. ولا نکفره بذنب، و ما او را با هیچ گناهی تکفیر نمیکنیم. ولا نخرجه من الاسلام بعمل، و با هیچ عمل ما او را از اسلام خارج نمیکنیم، گناهان کبیره و صغیره. والجهاد ماض منذ بعثنی الله، و جهاد باقی میماند از آن روزی که الله مرا بر پیامبری مبعوث کرده است. حتی یقاتل آخر امتی دجال، حتی آخران امت من در راه الله جهاد نمایند دجال را بکشند. ولا یبطله جور جائر، و همچنین بودن که این جهاد از زمان فلسطاندنی که الله مرا فلسطانی با پیامبری تا روز آخر دوام میکند، تا اینکه آخران این امت دجال را بکشد. و سپس چی فرمود؟ ولا یبطله جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار. این را نه یک شخص جائر، یعنی که ظالم باطل کردن نمیتواند، از من بردن نمیتواند جهاد را، و هیچ نه عدالت عادل نمیتونه از بین برده، بعد یا که با تأخیر انداختن نمیتونه این را. و ایمان با قدر گفتند صلی الله علیه و سلم، روایت ابی داود است. پس هیچ کس را از اهل قبله کافر نمیشماریم. اعتقاد اهل سنت هیچ کس را از اهل قبله کافر نمیشماریم. و در اسلام اهل قبله به همه مسلمانان اشاره میکند. اهل قبله یعنی مسلمانانی که رو به سوی قبله نماز میخوانند، به سوی کعبه نماز میخوانند. یکی منظور از اینجا در این است که مسلمانان برای ارتکاب گناهان کلان، صادر کردنشان، عملهای فسق انجام دادنشان، آنها را کافر نمی حسابیم. و کافر شمردن شخص با دلیل قطعی از کتاب الله
و از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ترکیب می‌یابد. اگر مسلمان گناه صادر کند، گناه صادر کرد در حالی که ایمانی به الله و رسول الله دارد، پس هیچ گناه او را از اسلام خارج نمی‌کند مگر به جز کفر و شرک. و سپس فرمود که و حج و جهاد در زیر راهبری امام. این نکته مهم است. یعنی که این جنبه دیگر است که ابن قدامه با این حدیث انس تاکید میکند که این یکی از بزرگترین عملها است، عبادت است. جهاد و حج حتما باید تحت راهبری یک امام گذرانده شود. امام مسلمان میتواند که عدالت پیشه باشد، با عادل باشد، یا که فاسق باشد، فاجر باشد. یک کسی که گناه میکند، عملهای ناشایسته انجام میدهد، اما فرق نمیکند که عدالت میکند یا اینکه عدالت نمیکند. در هر دو حالت نماز از پشت وی و جهاد از پشت وی حتمی است بر مسلمانان. همین طور نماز جمعه و دیگر عبادت ها نیز زیر راهبری چنین امام قرار میگیرد و جایز و روا میگردد. و حدیث در بیان سه اصل ایمان در روایت انس رضی الله عنه که پیامبر فرمود که سه چیز از اساس اصل ایمان است. اول چی گفتن؟ حفظ شخصیت مسلمان. یعنی هر کس که لا اله الا الله بگوید نباید او را برای صادر کردن گناهانش تکفیرش نماییم به جز شرک و کفر. و جهاد یعنی مبارزه برای دین الله، برای دعوت، برای تأمین عدالت از زمان فرارسیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم، مبعوث پیامبری او تا آخرین وقت، تا روز قیامت، تا آن دمی که بر ضد این شیطان بزرگ دجال جهاد کرده می شود، تا آن وقت باقی میماند. یکی از مهمات جهاد این عدالت را در بین مردم پیشه کردن و ظلم را از مردم دور کردن. بهترین عدالت این توحید است و بدترین ظلم این شرک است. بهترین عدالت این سنت است و بدترین ظلم این بدعت است. اینها را ریشه‌کن کردن. سپس ایمان بر قدر در آخر گفتن بر قضا و قدر که اینم یک از اصول اعتقاد مسلمانان است، از اصول ایمان ششگانه که در بالا این موارد رو در مسئله قضا و قدر در درس‌های گذشته بیان کردم. درس هفتم بودم و فکر کنم در مسئله قضا و قدر صحبت کردیم. میتونید به آنجا مراجعه نمایید و این مسئله قضا و قدر رو بررسی کنید. یعنی ایمان به قضا و قدر مسلمان باید باور داشته باشند و ایمان داشته باشند که همه چیز در حیات با اراده الله سبحانه و تعالی روی میدهد و هیچ چیز از اراده او سبحانه و تعالی بیرون نیست. فعال لما یرید، هر چه بخواد آن را انجام میدهد است او سبحانه و تعالی. خواهد در اینجا سخن رو براتون میرسونیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. درس دیگه از این کتاب مبارک، موضوعات دیگری که در اینجا میآید در بیان محبت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم و دوستی آنها و استغفار در حق آنها و بازداشتن زبان از سخن گفتن در حق آنها، سخنهای بد، ناشایسته، ناروا و آنچه که بین آنها رخ داده بود از جنگها، زبانهای خود را بازداشتن و بیان اعتقاد فضل آنها و معرفت سابقه آنها در اسلام صحبت خواهیم کرد و آیه‌های قرآنی که در شأن آنها صحابگان کرام نازل شده است اینها را برای شما بیان نماییم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.